رحیم پرودکشن. ای خدای اشمیتا با مزه اومده ای. من فکرم خیلی با مزه، خیلی اشی با مزه پختم. اوش پختم آخی اوش مرا بخره کو گفته نمو روسا که پلچه که ابلیجش بمزه میگن هر کس دقیق چه تعریف میکنه. من اصلا تعریف میکنم. السلام علیکم. بیار اینا شما. بیا جب شدی؟ بگذاریم بشنه. السلام علیکم. سلام علیکم اکا. بیا بسم بگذاریم الله الرحمن الرحیم. بشنه. آی خدای اینا نام بگیره. خوش آمده. بچه هم بیا جا میشنی کتیا کش برا بشی. بیش بچه من دماز بکن جان. بسم الله. سلام علیکم. خوش آمده. دیر کدیا بچه تیز نمون همون دعوت کردیم بیو خیلی بگذار و بلوش برای بس یه پدنالت بودک نخنده بچه به تربیه امر ازد اشتاکی بخشش ینگه نه هیچ کنم اکنه این برای داشت تو چطوری پدری؟ همی خیلی بی دواد اومدگی یا با دیگه خوش آمدی خیلی بچه ها کنه از اسلام میشه تا فیرود مونکه بودن چی تمام بگیره آشا بگیره تا همه جو پرابلیم هایوتا هم میزنی بو هم سر میکنی بگیره بو به آشا دعوت فرود میکنم بو میون این های شکر چی؟ اکر کشوی نگو چی در کنم نه رحمت با اشتوی تون بگیرین اما کسا خوش آمدن با اشتوی تون نام بگی اکر من رحمت اکر کشان نه مگومی نوبرومت خوردن نوبرومده چون که دنه نغزه کو همراه میگون که همه خیلی 5 چلیکه بخرن خیلی 4 چلیکه خیلی بوچ خیلی برای میگی های زوی مومن حرام که گفتین ده همه شهر بود در درس خون من بگو من میگه پا اگه ضرور باشه خیلی سویب خونه که هستی میگو این یگم فیند یگم سکرت نیست با چورچلی خوردن گب در سر همیه که من با این چلی که مایدکیم بینیم میکن اینا مگزین اومده مهمون اومده خونه از اسرائیل خرید میکنه میرم بیا نپشم السلام علیکم روش کرده های سری خونه من زنگ میزم تا خود بیا اکر چندی هم؟ یو 7 سمه داریم 8 سمه داریم هر خیلی های سری خونه اولا نختار السلام علیکم سلام علیکم رازی اکاتالی چی؟ چی تاری هوتالی؟ ایزونا نکشیدی یا بچه کلامری شفاش مونده هوتالی میگوی و مرده کرد ای خدا بترس چوکه ده پاخی هوتالی ای خدا بترس یا بچه کلام ای بنا میدانی تو ایزونا نکشید نخوادی یا مرده که کلون سولا چنی هوتال میشه و هوتالیش بگوی چی تاری اکه هوتالی؟ چی تاری؟ اوز بیاک من میدونم چیکار کنم کجا رفته کجا میگرسی ایجابه این ایجابه ما ببرون کرا ببینم من کرا هوتالی میگم کرا هوتالی اکای هوتالی میگم همین هوتالیه بگیجاش من داره نگاه کم سین سالی هوتالی هم جای این هوتالی در مانگی داره همین گجای این مگزین چی هوتالیه به من میگم
این مرا اوسال نکده است باز میگه مرا نامم هتلیا خدای مرا چم گفت نرا بیا سنگا بگیرم من میدونم که همین سنگا میگریز اصلا هم مرا چم گفت بود که نرا بیش خونه دا پگه سهر میره خدای همین قسلوق چی با اومدم ما باید ماشین نشیشتم به این صافی خدا زده مرا دارید اینجا فرو ورده اوی زیه بایوش خدای خدای اگه آدمی زنده باشه همینجا با پایان قبرستانه ای دل میکفم ای دل خدا جانم یک میترسم هم بیبی جانم گفت یگان دو یاد بگی بخونه دخته بخون یگونجو دا در کارد میشود تاریکی دا نمیترسی دو میخونی میگذاری میره ما تلقه میکفم یگان کس نیست دیجا خدای من چخه میرفته باشم تو هم میرو شدی را خطه السلام اکا جان ای اکا جان بیا انا اودام خدا جانم را دیم السلام علیکم السلام اکا جان نغزه دختره نغز اکا جان شما سازه خوبه ترکیو دیگه چی کن میکنی؟ اکا جان یه ماشین کتی اومدم تو همینجا را آوردکم فرو وردکم گفت اوستو شخدت بره رحمانده ای؟ ترسیده استم او اکا گجو باید برای؟ ما باید اونمو روشنی برم خونه بیبی کلامو قشلاقی پایان ما برم تو نزید نیستی؟ اکا جان اگر شما مرا برین تو همون روشنی را کو بهترین میشوه آوازی گرگ آوازی ساک هیچ گپ نیست من شما را تا همونجا را میبرم من دبر شما نترسه رفته به تو غمی دلم آخر با کی گویم به تو ماهی روان عشقم زکی جویم تنها ترین مجنون گشم زی دردی تو نستی کجا روم ای ماهی دل جویم تنها ترین مجنون گشم زی دردی تو نستی کجا روم ای ماهی دل جویم شوخ بدایه هم خمارا خندوده با خدوم خکم دیگه من نمیخندومی خیلی و بشه بامبا با گفته ایمو و بشه زور با خدو مادا فرید بیم بود روی بیم شدم میخندودیم اما کسا میشنیم سری پیولا چون میشینه نه من افسوس که رفتن نمیتونم بهترین ایسار شما مرا ایکا خندونده کیروی تعریف هم نیست این شوخیه که شما دکدم حالی چیه وقتی که من زنده بودم هر یه شوخیه میکردم مردم ای خنده را بهش میشیده